و شما واقعا برای اینکه پیکر یک دختر ایرانی دست عراقی ها نیفته 3 شهید دادید. بله. چی بود ماجراش؟ من فرمانده گردان بودم. از ستاد گردان به من خبر دادن که یک دختر ایرانی را به یک تیر آویزان کردن، باید بریم بیارمش. برانکارد بهتر دسته بهتر برانکارد به اضافه پتو و ملافه حرکت کنن برای این دسته محلش بگیریم بریم اونجا. رفتن اونجا، سیاری خودش اقدام کننده همینه. حتی میره با پای این تیر وای میسته، یه نفر میره رو شونش، بعد میره از بالای تنابش میبره میره پایین، میپیچونن پتو و ملافه برانکارد آوردن. سیاری خودش اونجا فرمانده عملیاته. برداشت خودش اینه، میگه ما گفتیم یا این تومه است برای ما، یا اینکه واقعا میخوام ما را تحریک کنن که مثلا ما ناموس شما را اینجوری کردیم. در هر صورت باید بیاریمش. اگر تومه است باشه میریم، هزینه‌ش هم میدیم، ولی اینو میاریمش. بعضی از من ایراد گرفتن، شما برای آوردن یک جسد 3 تا 2 تا شهید دادین. گفتم بله. 10 تا هم بود میدادم، خودم هم اگر لازم بود میرفتم. چرا؟ این صحبت یک دختر آبادان خرمشهری نیست. بله. این ناموس کشور ایرانه. بله. ملت ایرانه. چجوری من قبول کنم جسد یک دختر ایرانی اونجا آویزون بشه من بمونم؟ خب به این غیرت من اگه این کارو بکنم